با خبر ترید کن. لایف ترید دیروز رأس ساعت 4 خبر جی دی پی که میخوام باهات به اشتراک بذارم، دلیل نقطه ورود و نحوه مدیریت معامله. در انتهای معامله و بعد از اتمام معامله با تشکیل یک ستاپی که بازدهی بالایی داره، یک معامله آموزشی باز کردم. $240 بخشی از سود معامله خبر رو دوباره ریسک کردم برای اینکه بتونم بحث آموزشی باشه که باهاتون به اشتراک بذارم. به شدت این محتوا مهمه. سبحان صمدی هستم، معامله‌گر بازارهای مالی فارکس CFD. اول از همه بریم لایف ترید دیروز رو ببینیم، در انتهاش بپردازیم به دلیل نقطه ورودم و نحوه تصمیم گیریم. همراه من باش. 3 2 1. خب بچه‌ها، شکست نواحی پرقدرت برای من مهمه و خبر منتشر شد. اولی که ببینیم که چه تأثیر روی مارکت داره. 1 2 این دو ناحیه برای من مهمه و در غیر این صورت صبر میکنم. سل، نقطه ورود، حد ضرر. ماشاءالله. عجب نقطه ورودی خداییش. TP2 میخوام ریسک فری کنم. خب در تنها اکانت معاملاتی بیاید با هم بررسی کنیم. من ریسک فری رو آوردم روی TP3. یه دونه دیگه TP4 مون رو گارانتی کنیم. ماشاءالله، عجب روزی، عجب روز پرخیر و برکتی. شکر. چهار معامله تاچ شد و تمام. 2 روز کاری رو من تو یک معامله گرفتم. مارکت تا TP 6 رفت، من هی پیوسته اومدم ریسک رو بزرگتر کردم و ساعت 4 و 5 دقیقه بریم با هم دیگه استیتمنت رو ببینیم. فرانکلین عزیزم با این مارکت به شدت پر خیر و برکت، ماشاءالله به جونتون. ایمان به پلن و مهارت معامله گری. لایف تریدیه که دارم باهات به اشتراک میذارم جلوی 180,000 نفر در شفافترین حالت ممکن. 3 روز گذشته بازدهی 0 شد، دوشنبه مثبت 2، سه‌شنبه -2. معامله گر مبتدی و حرفه‌ای فرقش اینجا مشخص میشه. حرفه‌ای ایمان داره به کاری که داره انجام میده. چرا؟ چون پلن مکتوب داره، استراتژی داره و فقط تکرارش میکنه. و بازدهی الان TP 6. پلن معاملاتی خودت رو بنویس که سود مستمر یک معامله‌گر از پلنش حاصل میشه. من عاشق این مارکتم و عمو فرانکلین عزیزم. صحبت دانشجویی که از من تاییدیه حساب ریل گرفتن. همونطور که میدونید یکی از 3 سال تو مارکتن. اینه که با آدمای درست توی زندگیش آشنا بشه و خب من این شانس رو داشتم که با شما آشنا بشم و این آشنایی باعث شد که من در حال حاضر تو این سطح از دانش از بازارهای مالی مخصوصا فارکس باشم. من حدوداً 3 تا 3 سال و نیم توی بازار کریپتوکارنسی و فارکس فعال بودم و خب دورهای استادای مختلفی رو گذروندم، از جمله آقای البروس که پرایس اکشن کلاسیک تدریس می‌کردن رو پشت سر گذاشتم و خب در نهایت غیر اتفاقی با شما آشنا شدم. خیلی در مورد این تحقیق کردم. نتیجه دانشجوها افتخار منه. کسی که از من گواهی تاییدیه حساب ریل بگیره یعنی آماده پول آوردن تو مارکت. قبل از اون حق ندارن حتی $1 پول تو مارکت بیارن. کسی که گواهی میگیره یعنی درک درستی از مارکت پیدا کرده، تکنیکال، مدیریت سرمایه و ریسک روانشناسی، استراتژی نوشته، بک تست گرفته، فوروارد تست مثبت. بدرخشی. معامله آموزشی. وارد معامله خرید شدم. $240 بخشی از سود معامله اول رو ریسک کردم. دلیل این معامله رو باهاتون به اشتراک میذارم. دیگه دارید عکس‌ها رو ثانیه به ثانیه میبینید. در انتها TP 2 تاچ شد. خب بریم دلایل نقطه ورود رو بررسی کنیم. ترید رو با هم دیگه مشاهده کردیم. الان بپردازیم به این که چرا من اینجا وارد معامله فروش شدم. اوکی، و دلیل معامله خرید من اینجا، حالا معامله آموزشی، اون $400 اصلا پروفیتی نیست که من بخوام مد نظرم باشه. بخشی از سود این معامله رو اینجا ریسک میکنم تا بحث این آموزشی که الان میخوام با در میون بذارم باشه. بچه من یه نکته بگم، من هر آن چیزی که صحبت میکنم رو دارم عمل میکنم.
وگرنه حرف زدن خیلی راحته. من این استیتمنت رو دارم باهات به اشتراک میذارم. اگر در مورد این استراتژی و این نقطه ورود و این حد ضرر الان میخوام صحبت کنم، ببینی خودم گرفتم دقیقاً معامله SL. این SL نیست، این چون ریسک فری کردم روی TP 4 اینجا قرمزه و اینم که دارید میبینید دوباره معامله خرید. TPش هم که اینجا گذاشتیم TP 2 تاچ شد، یعنی اینجا یک TP 4 خارج شد، هم که TP 2. تمام تمرکزت رو بده من. اولی که ساختار بازار و داو جونز به چه شکلیه. بذار من این رو بیارم عقب. این چند روزه بازار رو میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم. ببین خیلی ساده میخوام صحبت بکنم. شما 23 اپریل 22 19 دقیقاً دوشنبه که ما یه TP2 گرفتیم، بعد سه شنبه 2 تا ضرر خوردیم، چهارشنبه یه ریسک فری خوردیم، یه TP2، پنجشنبه هم که یه TP 4. تا اینجای کار دقیقاً ببین مارکت اومد یه اسپایک زد، یه کانال صعودی زد، افتاد توی لوپ تریدینگ رنج. در انتهای تریدینگ رنج شما اینجا رو نگاه کن. در انتهای تریدینگ رنج یه بار دیگه اسپایک، کانال قیمتی یک جهتی دارد، میفته توی تریدینگ رنج. در انتهای تریدینگ رنج کف تیار ما اینجا بود. زمانی که تیار شکسته میشه چقدر پرقدرته. من ساختار رو اول از همه میخوام بررسی کنیم. ببین مارکت اول اینکه ما اینجا داریم میبینیم اومد یه سقفی اینجا ساخت، اومد هر چیزی که رشد داشت رو پس گرفت، یعنی وی خودش تکمیل شد. قبل از انتشار خبر ما یک مگنتی داریم مثل آهنربا به یعنی کف تی آرمون، یعنی اینجا کلی سلره. بعد زمانی که قیمت دوباره داره، حالا من کندل ها رو دارم اینطوری نشونت میدم، زمانی که دوباره قیمت رشد میکنه دوباره ما کندل های پرقدرت تر نزولی رو داریم. این میشه ساختار. حالا بخوام ریستر باهات بپردازم میگم اوکی یه های داریم اینجا، یه لور های داریم، اینجا نتونست های بالاتری بزنه. اوکی حالا میشه اون دید تخصصی تر. پس به طور کل ما یک اسپایکی داشتیم، یک کانال و یک جهت صعودی داشتیم، بعد قیمت دیگه افتاد تو لوپ تریدینگ رنج. به خاطر همین شکست این کف انقدر پرقدرت بود و چون مارکت منتظرش بوده 2 روز همچین رنجی بوده تا بخواد اینطوری شکسته بشه. خب ببین من اومدم یک سقفی رسم کردم رأس ساعت 4. اخبار نقدینگی بالایی دارن. قبل از انتشار خبر مارکت رنج اخبار مهمه. قبل از انتشار اخبار مهم مارکت رنج بی تصمیمه، یعنی خریدار و فروشنده اونایی که پولای گنده دارن معامله نمی‌کنن و منتظرن ببینن چه اتفاقی میخواد، چه داده‌ای داره انتشار داده میشه. ولی تو از اون رفتار پول بزرگه، اون گندلات‌های بازار، حالا به اصطلاح خودمون، در ابتدای روز داری تو متوجهش میشی که اصلا تمایلاتشون چجوریه، چون خیلی اینجا دارن سلشون رو پر میکنن. اوکی خیلی‌ها مثل ما که اینجا نمیان وارد بشن، خیلی از گذشته دارن اوردرای سل خودشون رو کاشتن، یا خیلی اینجاها بای داشتن حد ضرر میخورن و دوباره سلرها وارد میشن. به خاطر همین انقدر حجم عظیم و انقدر نقدینگی بالاست. ولی خب اون پول خوشگله، اون خیلی معاملات حرفه‌ای که با خبر بوده، ببین انقدر قشنگ، یعنی ماها این دسته‌های به شدت حرفه‌ای مارکت بودن که حالا منم یکی از اون افراد. نقطه ورود من اینجا حد ضرر، من اینجا تو گل مارکت وارد معامله فروش شدم. اون خریدارهایی که اومدن اینجا معامله رو کشوندن بالا تا سقف، اون سلرهایی که رو سقف وارد معامله فروش شدن تا این ناحیه‌ای که هی سلو پر کردن. چه اتفاقی افتاد؟ ببین ما بازار رو میخوام بر اساس هی دیدگاه سقف و کف بازار نگاه کنی. اومدم بهت گفتم یه سقفی داشتیم، سقف پایین‌تر، حالا اومده اینجا شکسته، نتونسته، دوباره میاد پایین‌تر، دوباره های، لوور های، یه سقف اینجا داریم. اوکی اگر قیمت بتواند این رو بشکنه به منزله اینه که روند نزولی به اتمام رسیده، میتونیم وارد روند صعودی بشیم. خب پس این برای من شکست این ناحیه آبی مهمه. چرا مارکت رنج قبل از انتشار خبر؟ چون بی تصمیم، منتظر اینه که ببینه که خبر وقتی میاد اون نقدینگیه چیه. حالا اگر یه تیک بالاتر رو بزنه به من این دیتا رو میده که مارکت میخواد صعودی بشه، اگر نتواند به من نشون میده که تریدینگ رنج و میخواد بریزه حداقل تا کف. و این افزایش تلاش برای شکستن، اونم با خبر که همچین نقدینگی داره، ولی وقتی نمیتونه بشکنه،
ببین یه تیک خبر رو تو دقت بکنی یه تیکن، یعنی یک تیک صعودی یک تیک نزولی، حالا توی اون حداقل جریان نقدینگی اولیشون میاد حداقل اینه که اینجا شادو رو میزنن بعد میریزن، ولی وقتی میاد اینجا اون رفتار مارکت اون کندل بر میگرده، بر من منزله فیک بریک اوته که خودش یک استراتژی دانشجویان مجموعه آموزشی پیشرفت کامل در جریانش هستن. وارد معامله فروش شدم تو دل تریدینگ رنج، تارگت اول تا کفه، تا دقیقاً ما اومدیم حالا ریس فری بکنیم و ریس فری واردو بندازیم، مارکت اومد کف رو به این پرقدرت شکست. یعنی اگر از همون اول، ببین سناریو ما چی بود، اگر از همون اول سقف یا کف شکسته میشد، من وارد معامله فروش یا خرید میشدم. یعنی تو تصور کن خبر اینجا بود میومد میشکست، من وارد معامله فروش میشدم. اگر این میشکست وارد معامله خرید میشدم، حتی ضرر میزد دوباره وارد معامله فروش میشدم. ولی چون این اتفاق رو رقم زد اومد رو های، اینجا به تاپ پرایس قیمت بهترین سلرها اینجا وارد معامله بشن فرصتشون، اینجا به من فرصت ورود داد، نقطه ورود حد ضرر که ریسک ریوارد من رو به شدت قشنگ کرد و اسپایک خودش کانال خودش. حالا من اومدم $240 یا $220 بخشی از سود معامله قبلیم رو اینجا ریسک کردم که من بخوام در مورد این صحبت کنم. بچه‌ها بعد از ریزش، این خیلی نکته مهمیه ها، بعضن برای این نکته‌ای که دارم بهت میگم توی جهان هزاران دلار دارن که پول میگیرن. یه شخصی از یه استراتژی که خودش کسب سود نمیکنه 10 میلیون تومان از شما پول میگیره، ولی من این بازدهی که دارم بهت میگم رو خودم دارم معامله میکنم، معاملهش رو دیدی، چه این و اینا نمیشه روش قیمت گذاشت، اصلا صدها هزار دلار، چون تو میتونی ازش کش بسازی، واقعا کش بسازی. من میخوام حالا صحبتی که دارم بهت میگم مناسب افراد حرفه‌ای هستش که میران اینو بک تست میگیرن، لذتش رو ببرن. بعد از ریزش های سنگین، اونم برای شاخص داو جونز خب چنانچه اسپای کانال قیمت تریدینگ رنج ما به این شکل در بیاد، دقیقاً حالا مثل اینجا، ببین تو اینو نگاه کن، دوباره اینو نگاه کن، حالا تفاوت این با این چیه؟ اینه که ریزشش اونقدر زیاد نبوده، ولی خب اینجا به یه شکل دیگه. قیمت وقتی تریدینگ رنجش به این شکل میاد، شکست سقفش، یعنی میاد 1 2 بار داره تلاش میکنه یا نهایتا 3 بار تلاش میکنه، دوباره قدرت خریدارا به شدت بالاست، یه ناحیه تریدینگ رنج برای ما به این شکل میسازه. تو اینجا رو نگاه کن، بعد از ریزش، بعد از حالا این یه ناحیه مستطیلی، دوباره اینجا رو من بخوام برات رسم کنم، همین دیروز پنجشنبه خودمونه، یه مستطیلی این، اوکی. خیلی ها اینجا وقتی از فروش جا بمونن هی اینجا میخرن، ولی از الان به بعد تو فقط منتظر همچین دیدگاهی باش، این شکل گرفت بعد بیا ریورس مارکت رو بگیر. خیلی ها اینجا میخرن بابا تو اینجا فقط اگر سلر باشی تو روند نزولی تو کسب سود میکنی، دنبال اینقدر خرید نباش. زمانی که قیمت میاد سایکل تریدینگ رنج رو میسازه، خروج از این میتواند برای ما فرصت معاملاتی باشه، برای اینکه قیمت بخواد یه ذره ریکاور بکنه، یعنی یه ذره بخواد اون تو تایم فریم بالا دیدی اصلاحه ما، این میشه همون حکم استراتژی که اصلاح مارکته تو تایم فریم بالا و دقیقاً میاد یک پینبار به شدت قشنگی داد، نقطه ورود حد ضرر که قیمت بخوام تا 50% کمتر از 50%ش رو من احتمال دارم حالا روند نزولی میخواد اصلاح کنه، این اصلاحش رو من بگیرم. تیپی 2 مارکت شو $450. حالا تو همون اکانت معاملاتی اصلا من استیتمنت رو باهات به اشتراک گذاشتم، این استیتمنت معاملاتی منه، حساب ریاله در تنها اکانت معاملاتی که حالا من اون عدد دلاریشو دیدی، حالا اون اصلیه رو میپوشونیم که کاری نداشته باشیم باهاش. پس این شد یک بازدهی، یک شد استراتژی. زمانی که قیمت داره چنین ریزش هایی میکنه 3 تا سایکل خودش رو تکمیل کرده، اسپایک، کانال قیمت، تریدینگ رنج، اسپایک، کانال قیمت، تریدینگ رنج. خروج از این تریدینگ رنج میتواند به منزله تکمیل الگوی وی
باشد. خروج از این تریدینگ رنج میتواند به منزله تکمیل الگوی وی باشه. حالا الانم قیمت دوباره تریدینگ رنجه تا ببینیم که مارکت امروز چه اتفاقی میخواد براش بیفته. خیلی برام عزیز درجه یکی، به شدت این محتوا مهم بود، به شدت، به جرئت بهت میگم تو کل ایران تنها شخصی ام که دارم لایو ترید ها رو مستمر باهات به اشتراک میذارم، با چنین شفافیتی دارم صحبت میکنم. ازت میخوام استفاده بکنی. هر کجای جهان هستی که هستی بدرخشی. نکته خیلی مهم، من هیچ این کانال رسمی تلگرام منه که اینجوری باز نمیشه. کانال رسمی تلگرام منه @سبحان فارکس و هر کانال دیگه غیر از این باشد کلاهبرداری است. من تکرار میکنم.